رضا مرادی هستم، کارشناس فروش و مسئول سفارشات و بافت شرکت فرش پرستیژ. پیشنهاد من مشتریای عزیز اینه به خاطر پیک آخر سال و شلوغی شب عید حتما برای عقد قرارداد پیش خرید با واحد فروش در ارتباط باشن. علیرضا رحیم‌زاده هستم، مدیر بازرگانی خارجی شرکت فرش پرستیژ. فرش پرستیژ در سال گذشته موفق به کسب عنوان واحد نمونه صادرات از استان اصفهان شد و با توجه به اینکه تمرکز کار ما بیشتر روی کار صادرات هستش، از سال آینده با دستگاه‌های ارز 4 و 5 در خدمت مشتریان عزیز هستیم. مشتبه نوذری هستم، کارشناس فروش شرکت فرش پرستیژ. اگر به همکاری با مجموعه معتبر و قابل اتکا فکر میکنید، ما اینجا در پرستیژ آماده ایم تا شرایط همکاری رو با شما بررسی کنیم. برای کسب اطلاعات بیشتر و شروع همکاری میتونیم به صورت مستقیم با ما در ارتباط باشیم. من بهاره فتحعلی‌زاده هستم، مسئول سایت و سفارشات آنلاین. منتظر خبرهای خوبمون باشید.